گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت. عبدالمطلب چه بگویم؟ بگو میمانم. برمیگردم. میبینی؟ در اوج هیاهو حضورت آرامم میکند. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. امنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنی؟ سنگلاخ کوه برای زن آبستن امتر است. موعدهای برادرم، تنهایش نگذار. برو ابو طالب تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چیست؟ سپاه فیلسوار همه شترهای پدر را گرفتن. بزرگان طائف هم زاری کردند و امان خواستند. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمص اردو زدن. من بودم و بدیل شاهد. آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان 2 دست. بوداید هم خبر از گله شترانتان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسانید. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بداند. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو